میکردن که اینجوری رفت مقابل احسان خرسندی و داره فریاد میزنه. چه گل عجیب و غریبی رو زدن. دقیقه 94 دروازه باز شد. جنگ شد اصلا اونجا. همه دارن همو میزنن. اون منطقه اصلا دیگه کار از فوتبال گذشت. اصلا نیرو انتظامی وارد صحنه شد. خیلی عجیب غریب شد. خیلی عجیب غریب شد. دقیقه 94 احسان خرسندی. چی شد اصلا اونجا؟ همه دارن اونجا همدیگه رو جورایی میزنن و باید منتظر احکام کمیته انضباطی هم باشیم. خیلی جنگ شد توی درفشیفر و هنوز دارن همدیگه رو میزنن تو رده های پایه. واقعا این اتفاقات عادیه. یعنی من اینجوری بهتون بگم، نیا کنین همه دارن دنبال هم میدوئن میزنن. اصلا محلی حسین بادامکی رو ببینید، مثل یک دروازه‌بان داره مهار میکنه اونجا بازیکنان رو. خیلی عجیب غریب شده درفشیفر. رده های پایه من نمیدونم چرا اینجوری میشه. واقعا تصاویر زشتی رو داریم میبینیم. توی کی کارت بده کی نیا کنین قشنگ رفته چک و لغدی دارن میکنن اونجا. همریه رو سر گردن حریف داره کار میکنه اونجا. اصلا معنی نیست کی داره کیو میزنه. یعنی استارت هایی دارن میزنن که دونده های دو ماراتون اونجوری نمیتونن شتاب داشته باشن. واقعا بعد از سوت پایان خدا به خیر بگذرونه. اینجا قراره چی بشه؟ اتفاقات ناپسند و زشت داره در درفشیفر اتفاق میفته که نباید. واقعا روح فوتبال این چیزها رو نمیپسنده. مربیان دوتا تیم اصلا نمیدونم، واقعا اصلا نمیدونم کی داره با کی دعوا میکنه. اینقدر شلوغه. بهتره بگم همه دارن با هم دعوا میکنن. صحنه گل تیم شاهین هستش ارسالی که انجام شده اینجوری تو وارد دروازه شد. خیلی عجیب شد اونجا. اصلا گلو که زدن دیگه کسی دنبال گلزن نرفت. همه رفتن سراغ نیمکت پرسپولیس. تقریبا کشتی کاری دارم گزارش میکنم. اینجا رو ببینیم. نیرو انتظامی داشت میرفت دنبال یکی اونجا بگیره، یعنی دنبالش بیفته که بگیرتش. رسما چاله میدون شده اینجا و زمین چمن شده آوردگاهی برای کتککاری. واقعا نوجوانی که داره اینجا بازی میکنه واقعا چی باید یاد بگیره از فوتبال؟ لباس شخصی، لباس تمرین، گرم کن، با همه نوع لباس دارن دعوا میکنن. بازی جنجالی پرسپولیس شاهین 2-2 تموم شد. اینجا رو ببینیم این فریادهایی که مربیشون، حالا یکی از اعضای کادرشون زد روبروی احسان خرسندی. یه قدمی احسان خرسندی. اتفاقات تلخ داره رخ میده. مسعود زاری سرمربی نونهالان هم حتی رفته اونجا داره جدا میکنه. نیرو کم اومده برای جدا سازی و به حال اتفاقاتی که اونجا داره رخ میده.
یادتون میاد در بازی با کیا هم اتفاقات وحشتناکی رخ داد در ردیف، فکر کنم جوانان بود اون بازی که همینجوری دعوا شد و حالا الان هم همین شکلی اتفاق افتاد. داورم فکر کنم سوتا زدش دیگه، طبیعتا باید سوتا بزنه داور، چون گل دقیقه 95 زده شد. حالا ما نمیدونیم الان بازی ادامه داره یا نه. به حال مسعود